پف پشت پرک داری و سایه‌هات به خوبی دیده نمیشه، اولین راه اینه که با چشم باز سایه بزنی. کاملا چشمت باز باشه و یه خط فرضی در نظر بگیر و قسمت پف پشت پرکت رو با گوش پا کن، سایه مد نظرت رو با یه براش تمیز قسمت هایی رو که با گوش پا کن مشخص کرده بودی و رو خود شروع میکنی به آرومی فید کرد. وقتی کاملا فید کردی با یه رنگ سایه روشن‌تر پشت پرکتون رو کاملا روشنی. برای اینکه سایه‌تون بیشتر به چشم بیاد میتونید از یک سایه شایندار روی قسمت سفیدی چشمتون استفاده کنید. حالا برای اینکه چشمتون یه ذره کشیده تر بشه و سایه گیراتری داشته باشین، قسمت خارجی چشمتون هم کمی تیرگی میده. شما میتونید برای قسمت خارجی چشمتون برای اینکه کارتون تمیزتر بشه از چسب استفاده کنید که من این کارو نکردم. در نهایت با خط چشم و ریمل سایه‌تون رو تکمیل بکنید. به همین راحتی یه سایه تر و تمیز و زیبا دارید.